به نام خداوند بخشنده مهربان. درود و سلام خدمت شما بینندگان اهل دانش و معرفت. به شبکه پندنامه خوش آمدید. ما رسیدیم به یک حکایت دلنشین دیگر که درس‌های بسیار بزرگ و پندهای بسیار بلند دارد برای زندگی، برای آینده، برای تربیت ما. بسیار این داستان و این حکایت دلنشین است و پندآموز. سعدی می‌فرماید ملک زوزن را خواجه‌ای بود کریم النفس، نیک محضر که همگنان را در مواجهه خدمت کردی و در غیبت نیکویی گفتی. پادشاه شهر زوزن که یک شهر است در نزدیکی شهر نیشابور، که آن پادشاه از سلسله خوارزمشاهیان بود، یک خواجه داشت، یک مشاور داشت که این مشاور دو خصلت بزرگ داشت. یک کریم النفس بود، روحی بزرگ داشت، بخشنده بود، و دوم نیک محضر بود، یعنی خوش معامله بود. هر کس به نزد او می رفت به نیکویی با او سخن می گفت و به نیکویی رفتار می کرد. همگنان را در مواجهه خدمت کردی و در غیبت نیکویی گفتی. در محضر همه با آنها خوب صحبت میکرد، به آنها خدمت میکرد، و اگر کسی در پیش او نبود در پشتش حرفهای خوب میگفت. اهل تهمت زدن، غیبت کردن، دروغ گفتن و دشنام و ناسزا گفتن نبود. اتفاقا حرکتی از او در نظر سلطان ناپسند آمد. مصادره کرد و عقوبت فرمود. پادشاه یک روز از دست این مشاور خوبش خشمگین شد، تمامی مالش را گرفت و او را در زندان کرد. سرهنگان ملک به سوابق انعام او معترف بودند و به شکر آن مرتهن، اما تمام وزیران و سرداران و جنگاوران می دانستند که او بسیار انسان خوب است، در حق همه انسانها خوبی کرده است و خودشان را مدیون آن انسانی زندانی می دانستند. در مدت توکیل او رفق و متالفت کردند و زجر و معاقبت روا نداشتندی. در مدتی که این خواجه در زندان بود، این انسان حکیم با او معامله خوب کردند، او را اذیت و آزار نکردند. صلح با دشمن اگر خواهی، هرگه که تو را در قفا عیب کند در نظرش تحسین کن. اگر میخواهی با دشمن صلح کنی، دشمنی که در پشت تو عیب تو را میگوید، در دشمنی که در پشت تو دروغ میگوید، وقتی پیش تو می آید در نظرش، در چشمانش نگاه کن و در حضور او تحسینش کن، او را از خوبیهایش بگو. سخن آخر به دهان می گذرد موذی را، سخنش تلخ نخواهی دهنش شیرین کن. انسانی که آزار دهنده است، انسانی که اهل آزار و اذیت دیگران است، همیشه حرفهای تلخ میزند، اما همین انسان را باید در پیش او سخنهای شیرین بگویی تا آرام آرام اونی زیاد بگیرد و دهانش که همیشه حرفهای تلخ میزند به سمت سخنهای شیرین پیشروی کند و حرکت کند. آنچه مضمون خطاب ملک بود از عهده بعضی به در آمد و در بقیت و به بقیت در زندان بماند. پادشاه که او را جریمه مالی کرده بود، قسمت را همین سرهنگان و وزیران جمع کردند و پادشاه دادند، اما هنوز تمام نشده بود. یکی از ملوک نواحی در خفیه پیغامش فرستاد که ملوک آن اطراف قدر چنان بزرگواری ندانستند و به عزتی کردند. یکی از منصبداران و پادشاهان شهرهای دیگر پنهانی به این زندانی که مشاور پادشاه بود و کریم النفس بود و خوش معامله بود یک نامه فرستاد و گفت پادشاهانت، رئیسهایت قدرت و عزتت را نمیدانند. اگر رأی عزیز احسن الله خلاصه به جانب ما التفات کند و در رعایت خاطرش هرچه تمامتر سعی کرده شود و اعیان این مملکت
به دیدار او مفتقرند و جواب این حروف را منتظر. اگر آزاد شدی زودتر به نزد ما بیا، ما تمام تلاشمان را میکنیم که تو همیشه در حال خوب باشی، هیچ نیازی نداشته باشی. ما به تو نیاز داریم، زیرا تو اهل حکمت و دانش هستی. یکی از متعلقان ملک واقف بود. ملک را اعلام کرد که فلان را که حبس نموده ای با ملوک نواحی مراسله دارد. یکی از نزدیکان پادشاه که زندانی کرده بود گفت که ای پادشاه، فلان کس که تو زندانش کرده ای با پادشاهان دیگر شهرها نامه میفرستد و نامه میگیرد. ملک به هم آمد و کشف این خبر فرمود. پادشاه بسیار خشمگین شد و گفت آن قاصد را و آن نامرسان و نامبر را بیاورید. قاصد را بگرفتند و رسالت را بخواندند. قاصد را گرفتند، نامه را باز کردند. نبشته بود حسن ظن بزرگان در حق این ضعیف بیش از فضیلت توست، بیش از فضیلت اوست و تشریف قبولی که ارزانی فرموده ای بنده را امکان اجابت آن نبود. این زندانی به پادشاهی که به او گفته بود اگر آزاد شدی به پیش ما بیا نوشت که تو بسیار از من تعریف کردی، تو بسیار آدمی خیرخواه هستی، اما نمیتوانم این کار را بکنم. اگر از زندان آزاد شدم نمیتوانم بیایم به نزد تو و در کنار تو باشم. چرا؟ به حکم آن که پرورده نعمت این خاندانم و به اندک مایه تغییر خاطر با ولی نعمت بی‌وفایی کردن نه کار خردمندان است. برای آن که من در این خانواده پرورش یافتم، با پادشاه نان و نمک خوردم. اگر پادشاه از دست من تغییر خاطر پیدا کرده است، کم ناراحت و کم خشمگین شده است، اهل خرد و اهل دانش بی‌وفا نیستند، بی‌وفایی نمی کنند و با کسی که نان و نمک خورده اند خیانت نمی کنند. آن را که بجای توست هر دم کرمی، عذرش بنه ار کند به عمری ستمی. اگر یک کس با تو یک امر خوبی کرد، اگر یک بار هم در حق ظلم کرد، او را ببخش، از او کینه به دل نگیر. ملک را سیرت حق شناسی او پسند آمد. پادشاه دید که این کسی که من در زندان کرده ام بسیار انسان شریف است، حق شناس است، خیانتکار نیست. خلعت و نعمت ببخشید و عذرش خواست که خطا کردم که تو را بیگناه بیازردم. لباسهای زیبا داد، مال دنیا بسیار داد و از او پوزش خواست که گفت مرا ببخش که در حق تو ظلم کردم و تو را آزار و اذیت کردم. گفت ای ملک، من تو را در این که کردی خطایی نمی بینم، بلکه تقدیر باری چنان بود که مرا مکروهی رسد. گفت ای پادشاه، من تو را خطاکار نمی بینم، تقدیر من این بود که یک چیزی ناپسند نصیب من شود. پس به دست تو اولاتر که حقوق سوابق نعمت داری و ایادی منت. گفت اگر به من ناپسندی برسد همین خوب است که از دست تو به من برسد، زیرا از دست تو نعمتهای زیاد به من رسیده است. اگر یک بار هم بدی برسد هیچ اشکال و مشکلی ندارد. و حکما گفته اند گر گزندت رسد ز خلق مرنج، که راحت رسد ز خلق، که نه راحت رسد ز خلق و نه رنج. اگر از سوی مردم به تو یک آزار و اذیت رسید ناراحت نشو. از خلق و از مردم نه به تو خوبی می رسد و نه آزار و اذیت. چرا؟ از خدا دان خلاف دشمن و دوست، که دل هر دو در تصرف اوست. همه چیز را از سمت خداوند بدان، که دل دشمنی تو و دل دوستی تو در دستی خداوند است. دوستان اگر بیایند محبت می کنند، محبت را از سوی خدا بدان. دشمن اگر بیاید ظلم می کند، ظلم را هم
باید حکمتش را پیدا کنی و در مقابلش بایستی. گرچه تیر از کمان همی گذرد، از کماندار بیند اهل خرد. تیر که از کمان می گذرد، همه می گویند تیر از کمان گذشت، اما کسی که اهل دانش است می گوید کماندار بود که این تیر را بسیار خوب پرتاب کرد. اگر به تو بدی می رسد، حکمت این کار بد را پیدا کن و سعی کن با کار خوب آن را جواب بدهی، سعی کن آن را جبران کنی. اگر کار خوب به تو می رسد، سعی کن قدر آن را بدانی و شکرگزاری پروردگار باشی. انشاءالله که از این داستانی جناب سعدی هم ما درس های خوب گرفته باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.